سلام، خرمگس برگشت. کار ما حاجی تموم شد. ساعت 5 الان دارم میرم دنبال حاجی. دیروز با ماشین حاجی رفتیم، با حاجی گفتم تو ماشینتو بذار، وای بوی نون بربری اومد. جان با حاجی گفتم حاجی به ماشین من بریم. باشه بریم خونه دوشموش بگیریم، یه لباسی بپوشیم. امشب 2 تا از دوستا و یه آقای اردلان و اشکان بودن، رفیقای من وکیلا. اون 2 تا میان با یه دوست دیگه داریم، اون آقام دکتره. امشب جو خیلی سنگینه، 2 تا وکیل، یه دکتر، یه دونه خلبان با حاجی. ببین دیگه چی میزی بشه اون شب دیگه. واو. آقا میگم یه چیزی من بذار به شما بگم، هر از گاهی من احساسمو میخوام بگم، میگم حالا راحتیم با هم میگم اون موقعی که علف میکشیدم انقدر که بی انگیزه بودم، پیش خودم میگفتم حاجی مثلا برای چی بزنم کار بکنم، برای چی بابا. بالای 20 بار تصمیم گرفته بودم برم با حاجی بگم که اصلا علف میکشیدم. یه سری رفیق تو ذهن خودم داشتم که جزو خارکسته ترین رفیقای کره زمین بودن. این کسکشا فقط به من میگفتن که چیزای منفی رو انجام بده. مثلا می‌خواستم دیگه با حاجی بگم حاجی من دیگه خسته شدم نمیخوام کار بکنم، مثلا سهم منو بده من برم. الان دارم فکر میکنم خارکسته کجا میخواستی بری؟ خواهر تره گاییدن، به قول شمالی‌ها میگن خواهر تره گاییدن. تره مثلا به خودم دارم میگم کجا میخواستی بری؟ اگه یه موقع خر کله تو رو لگد میزد میگفتی تکلیف چی بود؟ بعد حاجی انگیزه نداشتم، مثلا نه انگیزه داشتم با دختر برم بیرون، نه انگیزه داشتم لباس بخرم، نه انگیزه داشتم با یکی حرف بزنم، نه انگیزه داشتم یه رستوران بشینم. یعنی الان حاجی همه اون موقع پیش خودم میگفتم این چیزای کوچیک که حال بابا، چه چیزای کوچیکی بابا، ناشکری بودم من. ای خدایا جانم اگه دم دستی یه دونه بزن پس کردن من، اگه دم من ببین دیگه پس کردنی چقدر بدم میاد. یه دونه جانم الان بزن، راه نداره بس نزن. گرفتی چوری شد. ولی ببین بازم، ولی آقا تو همین با این که این 20 رو میکشیدم و دنیا رو دایورت میکردم به خایه و علف، خدا رو فراموش نمیکردم. خدا شاهده به قرآن مجید. میدونستم کار اشتباهی دارم میکنم، ولی چجوری بهت بگم، مثلا شبا که حاجی صحبت حاجی 10-12 سال بود، شبا که دعا میخواستم بکنم، بعضی شبا میدونستم حاجی کارم اشتباهست دیگه. حاجی خودمونیم دیگه، حالا اصلا آقا کسبازی رو بزنیم کنار دیگه. علف میدونی که حاجی برای بدن مضر بود دیگه. مثلا کاری ندارم چی کار میکرد، چه تصمیمای کسشری میگرفتی رو بماند. من به عنوان یه بنده خدا که یک یوزر به حساب میام در این دنیا و این بدن من امانت دست روح منه، برای روح من کسکش ضرر داشت دیگه. با این که شبا میدونستم مثلا آقا دعا میکردم، مثلا هیچ موقع خواهی نمیکردم خدا یه کار کن من ترک بکنم، بودم خدا یه ذره من انگیزه بده. بعد همیشه هم این جمله تو ذهنم بود که خدا من میگفت کسخل دستیت بالاست، داری بوکسوات میکنی میری جلو، دستی رو بخوابون موشک میری جلو تو اگه ترک بکنی. که آخر سرم که دیدی که در یک سفر برگشتم. من اصلا بعد کنسرت فرشید و عرفان دیگه دروغ شده بگم حاجی، ما میگیم 4 میلیون خورده ای اسم فالوور، چه کس این حرفا چیه؟ انسان برادر من، خواهر من، دوباره هم دارم بهت میگم من برای اینستاگرام وقتی نمیذارم که، چون من از تو اینستاگرام مایه در نمیارم بخوام که وقت مایه من الان از میکانیک شاپمون دارم برمیگردم به سر کار آفیسمون دارم ویدیو میگیرم. خب من مثلا کی شما دیدید مثلا تو جلسه هستم و من بگم آقا یه لحظه ببخشید بذار من استوری بگیرم بچه‌ها ما در جلسه هستیم؟ نه. حالا فکر بکنین که اگه من وقت برای این بذارم، واو ای امان اگر اون روز که من دیگه وقت بذارم. الان همین لابلا داریم دیگه با هم اشبازی میکنیم، رفاقت ما پایدار باشه. میگیری دارم چی بهت میگم؟
این تازه مراسم خواستگاری این 8 ماهی. این ما الان تو این 8 ماه داریم تازه با هم آشنا میشیم. این شده حالا فکر کنین که با هم دیگه حلقه بدیم ما 4-5 میلیون نفر با هم دیگه. اون موقع است که پسر قدیر کودتا میکنه. اون موقع است که دیگه با تمام رسانه های خبری بزنن پسرش آمد. من آمدم. اونایی که منو میشناسن میدونن من هنوز دکمه توربو رو نزدم که. این هم خلاص پسر قدیر داره میره جلو. الانم کاری نمیکنم که دارم زندگی روتین که یک انسان ببخشید دیگه تخت خواب ولا تخت خواب نیست، دوشک رو زمین جمع کردن و سالم زندگی کردن رو دارم نشون میدم دیگه. بقیه هم که تو ماشین نشستم دیگه. حالا این اگه پیکان بود خارکوسی یا تاهو بود یا حالا رویز بود یا ساعت آقا چنده ساعت 5 صبح حتما نباید ساعت $100,000 نگاه بکن. ساعت 5 میخواد بیدار بشه چون آیسان ساعت $100,000 داره ساعت نگاه میکنه 5 بلند میشه. نه داداشی این ساعت خارکوسه قراضه رو دیوارم خونه ما چالوس بود 6 سال باتری خوابیده بود مثل گیره خر ساعت رو 4 دقیقه گیر کرده بود. رو اونم میشه دیگه. من تازه دارم اینا نرمشه بچه‌ها. فعلا من الان دارم نرمش میکنیم با هم دیگه که سالم زندگی کنی زود بیدار بشیم خدا رو تا بعد از مراسم خواستگاری اون موقع است که پسر قدیر کولاکو شروع بکنه. در این ور دوشک دوبنده آبی حاج مراد گاتسالوف حسن یزدانی اون موقع است که حاجی میاد. گرفتی چیلی شد؟ آره فدای تو بشم من. این تازه مراسم خواستگاریه. بعدم من داداش هیچکی رو فالوور نمیبینم. من عمل جیگر خودم میبینم نفس خودم میبینم به والله قسم. و اگر نه داداشی مگه میشه تو هر بغل کس بلند شی ساعت 4 صبح بری به استوری کافی بگیری؟ نه یه روز نه یه 2 روز نه 3 روز. من 10 سال این کار دارم میکنم. والا 10 سال کس هر شب ندارم. کافی دیگه خالکوسه میخورم هر روز. که بیا اشبا تو مگه با فالوور بابا مردم بلا نسبت ایرانی ها بلا نسبت تیم ما مردم برادر من مامان بغل بابا مجانی نمیخوابه. این رفت تو چشم من اگر این کارا رو میکنم من دارم با شما شارژ میشم. من دارم با شما زندگی میکنم. گرفتی چی شد؟ صحبت اینا چی شد؟ حالا دیگه ولش کن. من نمیدونم صحبت چی شد. صحبت الان برم یه تیپ برای شما بزنم داشایسان جان یه تیپ برم نمیدونم چی شد. اینا رو گفتم. آقا فعلا دیگه من برم. خداحافظ.